گذر. همین آدم تو رو کشتن میخواست. با دقت نگاه کن. همین آدم تو رو در آنجا آویخت. انتظارم. او چشمانش را کشود. او کی چشمانش را کشود؟ بعد آنی که به شما زنگ زدم، وقتی دکترها هر سو دویدن، من فکر کردم که با او چیزی شده است. اما شکر که خوب است. خدا را شکر ینگه. اکای آتش کجاست؟ او در عملیات اشتراک دارد. من والدم. همین دور. کاش او هم این حالت را میدید. بچه ها، شاهد شدن گلی را حاضر به نزدیک گفتن نمیتوانم. تا لحظه که من نگویم از دهانتون چیزی نبراید. خاطر نشوید قماندان. این چی درد است قماندان؟ نمیدونی برای کدامش غمگین شوی؟ میخواهد خبری خوش شنود، ولی نمیدونم که این خبری خوش خشمی او را خاموش مینموده باشد یا برعکس. جناب اردم، شما می توانید که دخترتان را ببینید. او به هوش آمد، ولی او را زیاد مانده نکنید. به این هم قوتی ندارد. البته میشه زدنش رو بینم بس است. شفای کامل خواهانم. پدر جان، نزلی چی طور استی؟ خوب استی؟ بسیار عذاب نمیکشی؟ مادرم خوبند؟ خوب است دختر جان، خوب است. او را هم مثل تو طبابت کرده ایستاده. انشاءالله صحت می شود. با من راستش رو گوید. مادرم خوب استند؟ مادرت خوب است، خواطر نشو. من شمایان را صحت کرده میبرارم. من او رو دیدن میخواهم. مادرم رو دیدن میخواهم. لازم نیست دختر جان. دکترها به تو اجازت جنبیدن رو نمیدهند. صبر کن. مادرت هم چشمانش رو کشود. خیریت که نزلی گفت. میدانی نزلی خوب است گفته پرسید. او خوب است. براستی؟ بله البته. جانم بسیار می سوزد که این کار را کرد. من رو میابم دختر جان. تو خواطر نشو. مهم تو صحت شوی. خوب منش اکنون استراحت کن. دکترها اجازت نمیدهند که زیاد اینجا مانم. خیر
آتش کجاست؟ میآید. او حاضر در عملیات است. با او گفتم میآید. یعنی نخواستم که او را ناراحت کنم. او خوب است؟ او خوب است. شب و روز پیوسته زحمت میکشد. او هیچ آرام نمی شود. ولی وقتی که فهمید که تو صحت شده ای حالش بهتر گردید. دکتر جانم،